مهاجرت مهنتی به خارج نسبت به همین دوره سال گذشته البته کاهش یافته است. یکی از سبب‌های کاهش یافتن این منشوی واردشوی شهروندان جمهوری تاجیکستان با مدت 3-5 سال با فدراسیون روسیه است، یکی از سبب‌هاش. و دیگر سبب‌های دیگری هستند که در اینجا البته تاثیر کریزیس مالیوی هست. در فدراسیون روسیه با معلومات شما معلومات دارتون همتون که طی سال‌های اخیر قانون‌گذاری نسبت به شهروندان خارجی تغییر یافته است و از 1 ژانویه سال 2015 در فدراسیون روسیه به سیستم پاتنتی گذاشتند و فعالیت شهروندان مهاجران مهنتی توسط گرفتن پاتنت عملی می شود. در دوره حساباتی از خارج کشور 187,468 نفر مهاجران مهنتی به وطن بازگشتند که از این 165,039 نفر مردها و 22,429 نفر زنان تشکیل می‌دهند. از اول سال جاری از جانب ساختارهای وزارت در محل‌ها زیاده از 2,000 نفر شهروندانی که بازگشتشان به فدراسیون روسیه مانده است با جای کار تامین شدند. من روی راست میگویم که عمیق دقیق به این سوال هیچ کس جواب داده نمی‌تواند. شماره‌ای که همین عمیقی که آمار نداشته باشد، برای که آمار رسمی ما این رفت آمد از روی ورقه‌های مهاجرت مهنتی است. ورقه‌های مهاجرت مهنتی که هنگامی گذشتن سرحدات از طرف شهروندان جمهوری تاجیکستان فرصت می‌شود. قسمی از شهروندان جمهوری تاجیکستان مهاجران مهنتی غیرقانونی در این دولت هم بوده باشد این پوشیده نیست. می‌فهمید؟ ФМС روسیه تنها رقم‌های آمار دقیق و رسمی که از روی مراجعه‌ها هست، از روی گرفتن پاتنت و اجازت کار و دیگرها است، آنها همین را تعریف کرده پیشنهاد می‌کنند. یک بار دیگر